سلام علیکم خدمت همه عزیزانم در سراسر ایران عزیزم. همونطوری که مستحضر هستید باران رحمت الهی از پریشب تا الان هنوز ادامه داره. در کوهستان ها اکثرا جاده ها برف و در شهر شیراز هم باران به شدت میباره و از همه عزیزان خواهش میکنن که رعایت بکنن. تو این موقع چون جاده لغزنده هست به احتمال تصادف زیاد هست، رعایت بکنین. از همه برادرانم در نیروی انتظامی اداره راه و سایر برادران دیگه که همکاری میکنن التماس دعا دارم. یه هم راننده‌های خط واحد هست، خط واحدی که داره مردم جا به جا میکنه. نگاه بکنین الان در محدوده شیرازه. برای همین راننده هم التماس دعا دارم. ممنون و متشکرم. یا علی مدد. خدا نگهدار.